چی میگی؟ اصلا من که صحبت کنم صدای مطمئن چا میاد. خواستم مطمئن بشم. خب هنسفیریت درست نشد روی گوشیه دیگه هنوز نمیدونم مشکلش چیه. نشد. الان این سینیه رو زدم دوباره دیگه. خوبی هنوشی؟ رو برایی؟ ما که داخل لابی نشستیم بزن تو فرق با لنگو صحبت کن. والا خوبم خدا رو شکر. خدا رو شکر خوبی. یس. هنوش ایمان یه دست درخواست بده. خورنزا سلامتی. الو انو چطوری ایمان خوبی؟ ایمان الو السلام علیکم. ایمان دهنت سرویس ایمان. سلام خوبی؟ چیکار پاش کار میکنی؟ خوب هستیم قربونت ایمان. سلامت ایمان دهنت سرویس خدا وکیلی. 50 بار بهت درخواست دادم یه بار بیا بگو آقا من بازی نمیکنم باهات. برو کنی محمد. بلاک گرفتیم اما میکنمت بلاکی. برو برای درخواست دادم قبول نکرد. با رفتم بعدا آمده درخواست میده ما هم قبول نکردم. به خدا اگه تو دمه درخواست داده باشی خدا وکیلی نه اون خدا را قسم بخورم توی ماه مبارک محمد رمضان دروغ نگو. دفعات تو پیامات دمه که بابت درخواست ندادی. محمد دفعات مسیجات رو سایکو که برات مسیج دادیم یا ندادیم؟ همه را نگاه کردم همه دمه فرستاده الا تو. خیلی تو لاجوان شدی جایدن خدا وکیلی. چرا ما دروغ میگم؟ اولش هم که ما اسم عوض کردم گفتم شاید به خاطر ازیت تو مرا اصلا نشناسی. نه ما میشناسم کسایی که اسم عوض کردن ما خوب میشناسم. خود داخل ای مسیجات برو محمد شاید مسیجشون ندیده باشی. با خدا دروغ میگه هنوز نگاه کردم همین الان هم نگاه کردم. حاجی ما چی جب داریم دارم بس دروغ بگیم؟ حالا چرا ما به درد ما بحث ترس نیست آقا. تو کدام بابا ما بس؟ میگیم یه دقیقه درخواست بدیم یه ذره صحبت کنیم. سر ما کلاس نذار خدا وکیلی با یه کانت آشغالی. من چی کنم که تو صحبت هم محمد. دختر دلویت باشه که من برم ناراحت پیش. ناراحت شدم دختر از دستت دلویت باشه خدا مرا بیار. وکیلی. بابا امروز دختر در لاوی ما بود تو رو دعوت داد و تو نیومدی. ای خدا نگو که تیر خوردم هم محمد. ببخشید. بگه دیگه میرزا همین ماشین سیاه رو بگه دیگه سه کارتر جیپه جانم. ایمان چی گفتی؟ نگی میرزا به سه خدا تا تکلیف قسم بگی میرزا. به او خدای که باور داری به او خدای که ایمان داری من درخواست دادم. نه شوخی میکنم جیگه بابا ایمان بابا یه حرفا چه بابا میده اشتوک که نیم که میده میرزا اشتوک جیپشو نگی باشه. خب جیپشو یک نگی ذره من با یک ذره صحبت میکنم با بقیه ماشینا شوخی رو بگی. میکنم. نه من من درخواست تو را دادم تو درخواست نداد میدم به قبول خاطر یکم نکردی. آزارت میدم شاید بابا. نه میدانم تو شاید نبودی رفته بودی واتساپ جای بعد تو که آمدی درخواست دادی باید که بودم که ینگت بودم دیگه نشد. نه میرزا میده اشتوک نیستم که میده اشتوک. میرزا بگم چی ایمان میده اشتوک نیستم که بابا یک ذره با شوخی میکنیم درخواست میدیم ببینیم بگم می یا نه می یکم آزارت میدم بابا. ما انقدر درخواست میدم آخر تو یک روز مرا پاک کنی بلاکم کنی. نه دیگه پا
100 بار انگار سرش خدا بزنی بازم بزن. اوف جا اوه. رتقه سرش شو محمد خودش هم میزنه در سرش. اوه کی گفتی خالت کنی هر وقت گفتم اند بنداز وسط بگو من ستاره را بده لوبیت خوشم نامد. لابی یه چیزه بود. لابی لامبورگینیه بود. ستاره را ای با وای پسر ما یک جا شدن لاوی لاوی در راه ما میزنن. مش میرزا همه ماشینا رو بگیر. مش کل میرزا ماشینا سکو کل ماشینا این چیز داماران. کلش بگو مش 6 دار دارم. میرزا کل کل ماشینا رو بگیر شهر اسپانسرت میشم. انوش بزن 300 یورو ده مش میرزا یوسی هنوز این ماشینا هم گرفتم هنوز سکو اینو پشت سرم آوردمش. ایسا کدام کارت اضافه نداری بفرستی؟ همو کارت یک دانه داشتم. همو کارت چیزا گرفتم ماشینی که سر سقفش باز میشه 4 نفر هست. همو رو یک تاییش گرفتم چون نداشتم. همو کارت اضافی همو رو گرفتم. یک 300 تا دیگه خلاص 300 تا پولی. کار خوبی کردیم. تنها ماشینی رو که نداشتم همو بود. تنها ماشین. چی میکنی گیمیم نمیری؟ بریم. بیشی اون موقعی که میگم بیا گیم بازی کنیم نمیایی حال 10 کلاس بجه شب. میذاری این آمدم. این آمدم بگی بازی کنم کتیر. الان چی الان کلانت الان ما لاوی 8 نفره میگه این آمدم دست سرخو بزنم فکر کردی 8 نفریم 4 تاش دختره نه نر کرده رو اندازه قدید نه خوشاد با گپ دختر نیست محمد. خودت که میفهمی دخترم که نباشه. و خدا فکر کنیم 4 نفر فکر کردی دختره نه آمدی خوشاد اینه کلشون هر کرده رو اندازه قدید بحث دختر نیا آره خاطر انوش آمده برق چپ شو تورم محمد. زدم انوشم زدم محمد من آمدم. من در ندیدم مثلا کی آنلاین کی آفلاین خب دیدم درخواست انوش آمد قبول کردم. کشاد ما درخواست دادم قبول نکردی قبول داری خدا وکیلی جلوی همین پنج الان نفر درخواست داری باید سعی کنم. به خدا همین الان الان نه ما انوش گفتم ایمان درخواست بدی بیا کارش دارم به خاطر همین گفتم یکم بلگانمت نه به خدا قسم الان بیکار بودم. الان هر کدام درخواست میدادی به قرآن کشاد بیکار بودی خدا نه وکیلی محمد 3 دفعه ما چپ الان شو در محمد. درخواست دادم چرا نیومدی محمد کی میگی؟ نه مال محمد پارسال هستم مادرم میگم کشاد همین 10 دقیقه پیشم میگم دیگه تو خفه شو بابا 10 کسافت دقیقه پیش ما در گیم نبودم. بیادر من رفتم که اساس کشی کردم آمدم خانه محمد. بابا همین الان که تو آنلاین شدی ما محمد در کن درخواست محمد یه لحظه دادم آروم چرا شو من یه چیزی قبول بگم. نکردی یه لحظه آروم شو من یه چیزی بگم محمد. دیشب منم به ایمان درخواست بدم قبول نمیکرد. وقتی گوسفند وقتی نیاد واسه بازی نیومده باشه خب نمیاد دیگه. نه انوش دینی دارم شب انوش شوخی به من بودم بابا چقدر زود درخواست اسیر داد میشی انوش تو سکو من چقدر دینی زود تو شب اسیر میشی انوش دارم اذیتش میکنم انوش دینی شب به من درخواست داد. خودش میفهمه انوش وقتی که درخواست قبول نکنم حتما یکی از پیشم دیگه مجبور نیست که همین بنویسه 10 نفر پیشت باشه همین 20 نفر پیشت باشه فقط بگیم ما داریم ما نزدیکش هستیم مزاحمت نشیم نه مزاحم که نه. بیا این موسیقی رو دعوت بده بیگ فن چطوری بیگ فن لاویا رو ببین پشمایت بریزه بیگ فن کار میکنی حالا گیم میری نمیری که بریم گیم. اگه میری که بریم اگه نمیری که من نه تو ما این دارم کس کل میکنیم گیم نبری برو داداش برو قدر که میری گیم برو هر کیم از اینجا خوش آمد ببر یا بابا چپ سکو شو محمد. عمل هفت کیر هستیم. کس از کجا پیدا میکنی؟ بیا کیرای ما رو کل کن. تو باید گیرا رو کل کنی ما نمیاییم برو ما خود از تو دیگه گیم نمیزنم من قای کار هستم خدای ای گوش کو
منت اون ماشینه خود دیگه سر من ندیا خود ماشین دارم نر باری تا میشم ایرانگل فامیلی همین ماشین های خود رو سوار میشم اشغالش چه بکنم اره بابا سکارتا داری که داری یک طرف ایستاده دکارتی من فقط کل اکانت تا میارزه بلکه اره بابا ولگه بیارزه خدا راستی مفت نمیارزه همین اکانت مفت نمیارزه فقط هر کس از مال خود تعریف میکنه بیزا بعد وقت دیگران تعریف کنه حالش بود من یه زنگ به ابراهیم بزنم یه لحظه. راستی اومده زنگش بزنی ما کسی کار نداریم ما خاک پای دستیم محمد دیگه خوشیه شوخی میکنم جیگر بابا یک ای بابا ما امروز حالمون خوبه میخوایم یک ذره سر به سرت بذارم بعد از سالا آمدی حالا که آمدی خیلی خوش بیا دیگه آمدی خوش آمدی I love you. I love you غم درون به خدا قسم من سلام علیکم. ایمان جان ایمان 10 دفعه من تو رو گفتم ایمان جان من 10 دفعه تو رو گفتم قسم نخور بابا من از خاطر شوخی کردن درخواست میدم دلت قبول کردی دلت نکردی آخرم یک روز میشه مرا بلاک میکنی من میدانم دیگه من انقدر دوست دارم تو رو اذیت کنم نه مشکلی که نداره خودت میفهمی قبلا می آمدم ولی چند هفته میشه سگو ماه قبلی گیم ول کردم خب دوباره پس آمدم به خاطر آپدیت جدیدی هم چند زدم دینیشه و میگم دور روز میشه دارم چند روز میزنم چون بیکار هستم خوبش کردی خوب کار کردی خوش آمد سریال سعی میکنم فیلم سعی میکنم پورنو سعی میکنم بیا فیلم از مرم سعی کن چرا فیلم ساخته که یانوش